الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مردم افغانستان، مجاهدان، مقاومتگران، خواهران، برادران، مادران، جوانان، کودکان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما می دانید که طالبان، این گروه متعصب، ستمگر و متجاوز، بر امن‌ترین ولایت افغانستان یعنی پنجشیر تجاوز کردند و فضای وحشت و کشتار و بیرحمی را بری ولایت مسلط ساختند. امروز پنجشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که عبارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می کند. باید به طالبان و همه کسانی که طرفدار اونا هستند بگویم که وارد شدن طالبان در پنجشیر به هیچ صورت به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این آغاز جنگ است.